میخوام یه داستانی براتون تعریف کنم. داستان یا خاطره خیلی از پدرای ما رو براتون تعریف کنم که خیلی هم براتون آشناست. فرار مردم از تهران و از ترس جونشون پناه بردن به شهرهای دیگه منو یاد خاطری از پدرم انداخت که سال 1358 سربازان حکومت اسلامی اطراف دهشون، روستاشون به اسم کتا محاصره کردند و بهشون گفتن که تهدیدشون کردن که یا دختران و زنانتون رو میبریم و خودتون رو میکشیم یا بیایید اسلام ما رو بپذیرید. چیکار کردن؟ پای پیاده شبانه در حالی که بارون سخت و سنگینی هم میبارید از راه جنگل و کوه فرار کردند. خیلی سخت بود، خیلی شرایط سختی بود براشون. من یادم نمیاد، ولی وقتی که از پدرم در مورد اون موقعیت ها میپرسم بغض میکنه و گریه میکنه و به حق حق میفته و میگه نمیخوام یادم بیاد که چی بهمون گذشت. خیلی وحشتناک بود، خیلی حس بدی بود. اون زمان کسی نبود که از اونها حمایت کنه، کسی نبود که غم اونها رو بفهمه و درک کنه. نه اینکه خوشحالم که الان توی وطنم این اتفاق میفته که آرزو دارم هرگز هیچ انسانی در این شرایط قرار نگیره، ولی همین حکومت ظلم که باعث شد همه ماهایی که الان پناهنده هستیم و در کشورهای دیگه زندگی میکنیم از خانه و وطن خودمون آواره بشیم. همین حکومتی که افراد سیاسی که فعالیت‌های سیاسی داشتن و فقط انتقاد می‌کردن، از وضع این حکومت اعتراض می‌کردن، مجبور به فرار شدن. مجبور شدن همه زندگیشون رو بذارن، بچه‌هاشون رو، خانواده‌هاشون رو، و فقط به خاطر ترس جونشون به کشورهای دیگه پناهنده بشن و سالها طول بکشه تا بتونن توی کشور دیگه مستقر بشن. شرایط سختیه. امیدوارم شما هوای همدیگه رو داشته باشید. حالا که مجبورید از تهران به شهرهای دیگه کوچ کنید و برید، خدا کنه میزبان خوبی باشن شهرهای دیگه برای یکایک شما. خواهش میکنم به هموطنان خودتون کمک کنید. الان زمان تست الهی هست. الان زمان آزمایش الهیه. براتون دعا میکنم.